قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشای اینا نیست و کمری دهشتناکی مفتشای خداست. آقای محترم، قانون برارای ما تا بچه ها را از 18 ساله من کرده، نه اینها ده قانون براره. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد، دانید که پگه نباشه. مثلا منی وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما بابا جان، شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند. غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشون، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکنند. بنابر وقت کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوششان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتند اکثر عذاب قبر از پیشاب میشود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید، شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابر همین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم، کیسه‌هاتان ده همیشه گیرید. وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه، حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید و راستا هم که باشد ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد، دانید که پگه عذاب سختی قبر در فرو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشای اینا نیست و کمری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد، که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه های خوش رو احتیاط کنید در این باب. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیدهد شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند، تیمم کنند، نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد آب شیرگرم، حتما با آب طهارت کنند میشن. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگرچه سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا منی وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی اونجا شرایط آبی گرم کردن ندارند، آبی خنک استفاده برند، البته کسل میشه معلوم استین، می شود تیمم کنند، نمازاشان خوانند، اما وقتی آبی گرم یافتن طهارت کنند. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنند دیگه. بابا جان، کمپیرها میگویند که موسور را با خاکستر در یک جایگی نپرتاب که او بالای شادی و غم یک جایی میشه و خیلی ضرر نداره. شادی و غم هم از جانب خدا هست. این گپای کمپیرکای ما. بچه خوشرود وقتی تو ملا بچه گپ کمپیرکا رو نگیرخین. موسورا رو در یک لینچه جمع کن، بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود. اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیراسیو. این کمپیرای خدا زاده که بجای وقت بیان که بچه موسورا رو در آب نپرتا او بالای، این درست است. امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتاین، در کانال میپرتاین. این در لعنت خدا گرفتار میشن. هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همو آب مردم میخورد. کسی که همو موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه، خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته. آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است، از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد. بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز، عاشقان مدرسه محمدی، همسایه ها، کسانی که در لب کانال زندگی میکنه، اگر موسورهاتان پسمانده هاتان در آب پرتاید لعنت خدا بر شما.
لعنت پیغمبر بر شما، لعنت ملائکه ها بر شما، لعنت همه نمازخانه بر شماست. آخر این انصاف هم نیست. این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناشان میگن که بچه من موسر در آب نپرتا. اوبال است. این اوبال است. بنابر بچه های عزیز خاندانتان تاکید کنه اینا رو داون چکری کنه، حولیاتان در چکری پرته، یک روز میپوسد ثانی زمیناتان برآورده با پند میکنه، یا لینچه ها دانتان گیرید یک جایی که چکری نادرکار است، همه اما در آبی که می نوشم. من همه کانال پیشخانی ما ده، حتی بعضی ها میگوین که ما رودو اشکمبی گوسفند دیدیم که وای کانال همه از پایان آب میخوره. آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمین و دامن عظمی افلاسی میشود. آخر سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود. اگرچه شریعت و آب حرام حکم نمیکند، لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت. پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدازده بود، دورای شوروی ده میگشت همونا رو یک جریمه پریمه میانداخت. آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده، نه اینها ده قانون برارای اما اونها رو طرفداری کنیم، تعریفشان کنیم. پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو، ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه؟ نه، از جمعه درو، گپی اونها را نگیم. پدر و مادر اگر فرزند فتوا میگوید گوید که مسجد نرو، نماز ده نرو، یا شام خفتن است شب نرو، من گپش اطاعت نکنه رو میگه. اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانند، بعد از دست پیشیناشان به خانهاشان بخوانند چند. اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان، نمازاشان جمعه رو گوش کنند، صحبت شنوند. اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست، زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است. اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست. اطاعت هیچ کس واجب نیست، نه اینکه پدر و مادر. بابا جان من نمازم را خواندم، به خانه آمدم، دیدم که پیشابم برآمده است، نماز از سر خوانم؟ آره از سر خوانم، چه وای نماز درست نشه. مادرم نمازهاش شیشته میخواند، اگر راستا خواند در وقت رکوع سرش درد میکند، دولینش بلند میشود. چی تو خواند؟ شیشتگی خانه ضرر نداره، اشاره کنه، اشاره سجده شه، رکوعش اشاره کنه. زنی که حامل دار است نماز راستا خوانده نمیتواند، شیشته خواند یا نه؟ خوب وقتی که راستا امکانیت نداشته باشد راستا نیت کنه دو به شیشتگی خواند، اما نیتش راستا کنه، زیرا که نیت قیام فرض است در نمازهای فرض. بابا جان نماز پیشین را عصر گفته نیت کنم میشود یا نه؟ خوب وقتی نماز پیشین مسجد آمده شما میدانی که نماز پیشین، اما وقتی نیت کردن زبان تانده نیت کردن 4 رکعت فرض عصر آمد، نماز درست میشه. وقتی که میدانی که فرض این وقت میگی، خواه عصر میگی خواه دیگر، این باکی نداره دین. بنابر در نماز تعیین نام نماز گفتن شرط نیست. نیت از زن من اصل نیت به دل است. شما راستا بالای جای نماز ایستاده به قلبتان به دلتان متوجه به سوی پروردگار شوی که خدای عبادتی که الان برای من فرض کردی اداش میکنم، همین خودش نیت است. اما به زبان گویی نیت کردم فرض نماز این وقت، خواه پیشینه خواه عصر، رو آوردم به قبله به جهت کعبه خالصا لله الله. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت و خشتباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروانه کرده باشید، تماشابین ها هوس میکنند، چند آرزو میکنند دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان باکی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟
آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم بشه، رد المختار دن بارها من در این باب. اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باکی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبای دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر ما عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشان، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باکی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن یعنی اوش این بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است اگر خداوند او را عذابش میتید. ایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و یک شوهر دارم، مردی می باشد که خدا بخبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه میشود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چیکار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه خداوند این خواهر امرا با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مردی خوب بوای و کمال رسان، مثل پدرشان بارین فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز و روزه براشان نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است. اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است، نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنه. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدیش زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز، لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نمازخوان میشود. خوب که نمازخوان نشد او فردا در دوزخ میسوزد، شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح